با سلام و درود خدمت تمامی شما دوستان و عزیزان دل، امیدوار هستم که تمامیتون جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز و ارجمند، یک میمان خاص و ویژه دارم خدمت شما. سلام عزیزم، خوبی؟ بخیری؟ سلامتی؟ اسم چیه؟ سما. نام تو سمایه؟ خب سما چی داری برای ما؟ خب بسیار عالی. پس بخوام ترامیت ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. معلم 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 ای فروغ آفرینش، معلم مهر پاک آفرینش، معلم آیه های مهربانی، عجب داری ز کار آفرینش. مرا از جهل و نادانی رها کن، مرا با علم و ایمان خدا کن. بیا ای گل تو از گهواره تاگون، مرا با علم و دانش آشنا کن. بیا ای گل تو از گهواره تاگون، مرا با علم و دانش آشنا کن. دل شفاف چون آینه داری، محبت و صفا در سینه داری. دل شفاف چون آینه داری، محبت و صفا در سینه داری. اگر داری کم عظیم چهره، ولی بیشک دل بیکینه داری. معلم ای بهار آفرینش، تو هستی افتخار آفرینش. تو هستی آیه های مهربانی، عجب داری ز کار آفرینش. معلم بس معلم معلم. چه جذاب، خیلی خوشم آمد. این راستی شما از کدام مکتب هستین؟ ما از مکتب لسیالی خصوصی شیخ السلیم هستیم. خب آدرس دقیقش کجاست؟ آدرسش کجا میشه؟ چلستون. چلستون نوبرجه پلی هتل قصر. چلستون نوبرجه پلی هتل 5 ستاره روشن. بسیار زیاد تشکر، واقعا خوشحال شدم. تشکر از شعر زیبایتان برای من. ممنونتم. اوقات خوش، خدا نگهدار.